دوستان دلم، رسیدیم به برند قدیمی و جا افتاده سالیان. این برند رو هم بررسی بکنیم و چه تمایزهاش رو تو بازار با هم دیگه بررسی بکنیم که اطلاعات داشته باشین. میریم مدل ها رو ببینیم. همونطور که از ویترینش پیدا هستش، برند سالیان هم لباس مردونه میزنه و هم لباس زنونه و بچگونه. همونطور که ببینیم، خب از نمونه هایی که زده شده ما دوخت خوبی رو در لباس ها میبینیم. جنس و متریال در واقع پارچه هم پارچه خوبی هست همیشه در برند سالیان. البته مدل مثلا زنونه‌ای که در ویترین قرار دادن رو من خیلی بهتر میبینم تا دوخت و در واقع نشست لباس روی تن مردونه رو. توی ویترین خیلی باید از این در واقع بهتر بشه یک لباس رو روی فیگور قرار داد. اگه دقت بکنین از چین و چروک زیادی ما اینجا میبینیم که روی کت هستش. خب این میتونست یک اتو خیلی خوب بخوره. البته این مقدار جنس پارچه هم بستگی داره، ولی اگر یه اتو بهتری میخورد خیلی به نظر من بهتر بود. در ویترین مدلایی که داخل برند هستن ما وقتی بررسی می‌کنیم که از ویژگی‌های برند سالیان این هستش که از رنگ‌های نود و خنثی و حاکمیت سفید خصوصا در کالکشن‌های تابستان و بهارش بیشتر استفاده می‌کنن. رنگ‌ها رو ببینیم و همینطور لباس‌ها کاملا حالت کژوال دارن، راحتی هستن، منتها با متریال و جنس پارچه خوب. از برندهایی تلقی میشه که برند متوسط و تقریبا متوسط به بالایی محسوب میشه، چون رنج قیمت‌های خیلی پایینی نیستن در سالیان. از یکی از برندهای ایرانی خیلی جا افتاده هستش. دو تا ویژگی خیلی برتری که ما میتونیم در برند سالیان ببینیم نسبت به در واقع برندهای دیگر در بازار، جنس پارچه‌ای هستش که جنس پارچه خیلی خوبی داره استفاده میشه و همینطور برش‌های خوبی رو در یک سری لباس‌های کژوال که حالت نیمه رسمی دارن، یعنی هم میتونین اینا رو در جاهای رسمی استفاده بکنین، هم در واقع غیر رسمی. این رو ما در این برند خیلی میبینیم، نوع این پوشاک رو. این برش‌های خوبی هستن توی مدل هایی که ما میبینیم در لباس ها، ولی عموما میبینیم که به طور کلی حاکمیت یک سری رنگ های نود و خنثی رو ما در این برند میبینیم و حالت مینیمالی میده به تم و سبک لباس ها. یک سری نیو کالکشن های جالبی هم زده شده، خیلی جالبه. شلوارهایی که پایینشون یه همچین دوختایی رو دارن، من خیلی اینا رو پسندیدم، خیلی جالب و قشنگ بود و خلاقیت جالبی هستش در این برند و برای خودش جایگاه بسیار خوبی رو در بازار داره سالیان و مشتریای ویژه خودش رو داره. خب بچه اینجا شناسنامه لباس‌های برند سالیان رو ما داریم می‌بینیم. ببینیم بچه‌ها قشنگ نوشته که چند درصد لیننه، چند درصد ویسکوزه و چند درصد هم الاستینه و کاملا پشتش هم ساخت ایران. اینا در واقع شناسنامه محصول هستن. خیلی جالبه. یه وجه تمایز آخری که ما برای برند سالیان میتونیم در نظر بگیریم این هستش که پارچه ها یعنی قالبش تولید داخل هستش